چند درصد از مردم به این چیزا اعتقاد دارن؟ اولین گزینه خدا. خب به نظر من مثلا دیگه 80% باید به خدا باور داشته باشن دیگه نمیدونم، بذار ببینم. 75%، باز نزدیک گفتم، یعنی 25% یعنی به خدا اعتقاد. به چی اعتقاد داری؟ به چی وصل میشید در روزهای سخت؟ آدم فضایی ها. خب ببین به نظر من واقعا نمیشه در تمام این کهکشان‌ها فقط ما باشیم که کره زمین باشه، که من به نظرم باز یه 80-90% باید آدم فضایی ها قبول داشته باشه. 60%. واجی واقعا 60% عدد کمیه خدایی. زمین تخت. یعنی من واقعا نمیدونم این نسلی که هنوز به زمین تخت اعتقاد دارن که قرار منقرض شن. 10%. خب 10% عدد منطقیه واسه اینکه تختگرا باشی. فرود روی ماه، یعنی اینکه مردم پذیرفتن که واقعا روی ماه این ناسایا فرود اومدن یا نه. من اینو یه مقدار شک دارم، چون خیلی هنوز میگن که ناسا داره عکسای فیک و اینا منتشر میکنه. نمیدونم. 80% موافقن که ما روی کره ماه فرود آمدیم. نه دنبه. طالع بینی. حاجی طالع بینی حال میده خدایی. مثلا ماهواره PMC یه دونه میذاش میگفت مرداد ماه به مکانی خواهید رفت که آرزوی رفتن به آنجا را دارید. خدایی ما همیشه درست بود. 50-50 باید باشه. 70% باور دارن بر طالع بینی. حال میده خدایی. عشق. فکر میکنم چون عشق چیز نسبیه، یعنی هر کی یه توضیح خاصی واسه خودش در موردش داره. اینم یه 80%. دقت کردین تمام درصدای من 80 بود. ولی فکر میکنم واقعا یه 80-90% باید بهش باور داشته باشم. ببینیم 90%. آفرین. و 10% هم کلا اعتقاد ندارن، یعنی میگن اصلا عشق وجود نداره. شما میگین وجود داره یا نوچ؟